بچه راجع به تفاوت سنی در ازدواج حالا که پیام دادیم، اتفاقا امروز یه خانومی به من پیام داده بود راجع به همین اختلاف سنی. گفت که من 38 سالمه و آقا پسر 26 سالشه و گفت این تفاوت سنی اشکال ایجاد میکنه یا نه. بله، این خانم در واقع 2 فرزندم داشتن. خب بچه بذار شفاف بهتون میگم، من شخصا به یه پسر زیر 25 سال نهایتا میتونم خواهش کنم که بره سر نونوایی نون بگیره یا نمیدونم از این کارها یا مثلا ایام قبل از نوروز شیشه رو باش پاک کنم، فرشا رو باش بشورم، از نیروش استفاده کنم. یعنی من فکر نمی کنم یه بچه 25-6 ساله ایرانی به بلوغ کافی رسیده باشه و به شرایط کافی و آمادگی کافی. بچه شرایط مهمه، آمادگی مهمه. بعد گویا این خانم به خاطر تجربه قبلیش به قولی اون عشقی که میخواسته رو تجربه نکرده بوده و میگه که این آقا پسر خیلی عاشقمه. گفتم بابا جان از تو بعیده، در 38 سالگی دیگه نباید دنبال عشق جوشان و عشق خروشان و اینا باشی، خطرناکه. بعدش هم به ابراز علاقه آتشین یه پسر 26 ساله خیلی اعتماد نکن. واقعا بچه خیلی وقتا برام عجیبه چطوری فردی در سن 38 سالگی همچنان به دنبال اینه که مثلا با چند تا کلمه احساسی با یک من وقتی تو دیدم مثلا تازه فهمیدم زندگی چیه، من شب و روز به تو فکر میکنم، مثلا بیاد دلش بلرزه. دیگه باید خیلی خر باشی بله نسبت شما، واقعا باید خیلی خر باشی که یه آدم تو این سن با این احساسات و با این کلمات بخوای که دلت بلرزه. کلا بذار شفاف بهتون میگم بچه، هر جا تجربه‌ای داشتیم که نمیدونم یهو کسی ابراز علاقه‌ای کرد یا اوف در اومد، نمیدونم دستتو گرفت تمام تنت لرزید، در خطری. معلوم میکنه احتمالاً یا نوجوانی، اگه نوجوان نیستی خیلی ناپخته‌ای. ببین اگه نوجوانی که هیچ اشکال نداره، اگه نوجوانی طبیعیه این احساسات خرکی و هیجانی و اون لرزش و نمیدونم اینکه دنیای من فقط تو هستی و این چرت پرتا، اینا مال دوره نوجوانی، اینا میپذیرم. ولی یه فردی که مثلا حول هوش 30 اگه با شما سر قرار اومد یا با شما آشنا شد و صرفا بگه که در کنارت احساس خوبی داشتم کنارت، یا چقدر دوست داشتم که چقدر مواضع مشترک داشتیم، چقدر حرف مشترک داشتیم، چقدر دوست دارم گفتگو کردم با شما رو، از این گفتگوها لذت بردم. اگه تو این فاز بوده معلوم میکنی یه بلوغی هست. دقت میکنی؟ احساس خوبی داشتم کنارت بودم، از گفتگو کردن باهات لذت بردم. این مشخصه که این فرد هندی نشده. اما اگه یه نفر اومد گفت وای اصلا من قبل از تو انگاری هیچ کیو نمیدیدم، یعنی قبل از تو الان یه چیزی دیدم که انگاری قبل از تو اصلا وجود نداشته، من شب و روز دارم به تو فکر میکنم، و توی دختر یا پسر فرق نمیکنه، ناشی یا کمدان، یهویی هیجان زده میشی، من اصلا یه جوری شدم شب و روز بهت فکر میکنم. اینجا در خطری. متوجهی؟ خیلی مراقب باشی. بعدش هم شما 2 بچه داری، مسئولیت اون 2 بچه، اصلا شما از نظر روانشناسی میدونی که
وقتی که یه مادر 2 تا فرزند پسر مخصوصا داشته، فرزند پسر داشته باشه، یه داماد بخواد بیاد به خونه اضافه بشه، چه چالش های ایجاد میشه؟ میدونی اصلا پسر برخوردش با شوهر مادر چی میشه؟ چیز اسفناکیه. یعنی شما حتی اگه بخوای همچین کاری بکنی، حتی اگه خودت بالغ باشی، طرف مقابلت هم بالغ باشه، باز برای سازگاری نقش ها، سازگاری بچه ها با همسرت، پدر خوانده میشه، چی میشه، هر چی هست، این حداقل نیاز داره یه روانشناس کودک و نوجوان روی این موضوع کار کنه، روی این سازگاری نقشه ها، روی فهماندن موضوع. میدونی اصلا کار الکی نیست. شما الان یک خلأ داری، ارتباط میخوای، بله این حق طبیعی همتونه، ارتباط میخوای، ولی اگه بخوای هیجانی باش برخورد کنی وارد تنش میشی، تنش های عجیب، چالش های بزرگ. شما بچه‌ای مثلا فرض کن پسر داری، میخوای ازدواج کنی، مثلا میدونین که چه دعواهایی و چالش‌هایی ممکن ایجاد بشه با کسی که قرار نقش پدرش رو بازی کنه. میدونی اگه مثلا شما و بچه توی یه تیم نباشید، یا مثلا اتفاقاتی که این بچه گزارش میده به همسر قبلی، یعنی که پدر خودشه، اصلا میدونی ازدواج یه سیستمه. این سیستم باید هدایت بشه، راجع به این سیستم باید صحبت بشه. لطفاً یک مقداری روی هیجاناتون کار کنید. واقعا عجیبه یهونه بگی مثلا من عاشق شدم، من عشق رو هیچ وقت تجربه نکردم، حالا میخوام عشق رو تجربه کنم. بابا عشق دیگه چه کشکیه؟ شما باید وضعیت رو ببینی، شرایط رو ببینی، احتمالات رو بسنجی، مشکلات رو بسنجی. باید خیلی چیزا رو با چشم باز ببینی. بعد تویی که در سن مثلا 35-38 سالگی دچار لرزش هایی میشی، معلومه که خیلی حالت خرابه. هنوز در سن نوجوانی احتمالاً. حالا خلأ داشتی، کمبود داشتی، تجربه نداشتی، آره سر جاش، بهت حق میدم، آسیب دیده ای، ولی این آسیب رو اگه مدیریت نکنی آسیب های جدی تری متوجهت میشه. لطفاً اینو از من داشته باشین. این تجربه مشاوره های بنده است. خیلی موضوع حساسه، خیلی حساسه. تفاوت سنی افراد بالای 30 سال، مثلا چه میدونم، مثلا فرض کن آقا 34 سالشه، خانم 38 سالشه، اشکال نداره، اینا 4 سال خانم بزرگتره ولی آقا هم 34 ساله است، شرایطی داره، آمادگی داره. گفتم به شرط اینکه آمادگی باشه، بلوغ باشه، تناسبات باشه و اشتراکات باشه، اون تفاوت سنی 4-5 سال حتی تا 8 سال هم اشکال نداره از نظر من. اتفاقا تو رابطه‌هایی که خانم سنش بیشتره، مدیریت هیجانی بهتر صورت میگیره، مدیریت رابطه بهتر صورت میگیره و اون خانم تجربه بیشتری هم داره. ضمن که مردا تو فانتزیاشون یه ذره انگار به خانمایی که یه کوچولو از خودشون بزرگترن احساسات عمیق‌تری دارن. یعنی از نظر اشتیاقی هم میشه بگی که بهتر کار میکنه. مردایی که نابالغن به دنبال دخترای 17-18 ساله میگردن که این معلوم از رابطه هیچی نفهمیده، فقط به دنبال سکس میگرده احتمالاً. ولی مردایی که یک کمی بالغتر باشن اتفاقا با خانمایی که سنشون یه مثلا 4-5 سال بزرگتر باشن مشکلی ندارن که هیچ استقبال هم میکنن. اینو دارن برای افراد بالغ میگن. اما تفاوت سنی زیر 30 سال خطرناکه. دقیقا این چی شد؟ برای اینکه زیر 30 سال شما هنوز کسی نشدی، شما هنوز با خودت چندی. یعنی چی داری؟ مگه شما توی مثلا 30 سال چی میتونی جمع کرده باشی؟ از نظر مالی، از نظر سواد، از نظر اطلاعات، جایگاه، بلوغ. خب ما که تا 18 سالگی داشتیم درس میخوندیم.
18 تا مثلا 24 حداقل دیگه ارشد گرفتیم. 2 سال هم سربازی بره مثلا میشه 28 آره دیگه 28 دیگه، چون الان درگیری هم داره. یعنی دیگه واقعا یه فرد 28 ساله هنوز هیچی نشده. این چطوری میخواد مثلا مسئولیت ازدواج رو بپذیره؟ با توجه به شرایط فعلی من ازدواج‌های زیر 30 سال رو خیلی تایید نمی‌کنم. اینکه اگر خانم بزرگتر باشه مثلا 3-4 سالی یه مقداری مورد قضاوت قرار میگیره، از طرف مادر طرف، از طرف خواهرهاش، نمیدونم خاله‌هاش، جامعه. برای همین من از بلوغ صحبت کردم، از استقلال صحبت کردم. اگر طرف مقابل شما استقلال کافی نداشته باشه یا خیلی تحت تاثیر خانوادشه، میتونه به مشکل بخورید. متوجهین؟ پس شما باید همه چیز در نظر بگیری. آیا واقعا خودت در نظر شخصیتی اونقدر قوی هستی که مثلا فرض کن خالش 2 تا تنه‌ای بهت زد اینو وارد رابطه نکنی؟ یا مادرش گفت مثلا بچه منو با چشم ابرو بردی مثلا به هم نریزی، یا مثلا نیاری اینو به شوهر بگی. متوجه چی میگم؟ پس اگه تفاوت سنی معکوسه، یعنی خانم مثلا 4-5 سالی بزرگتره، باید توانایی مدیریت حرفای بقیه هم داشته باشید. اینطور نباشه که خواهرش یه چیزی گفت، مادرش یه چیزی گفت، یا خالش و خواهرش با هم دیگه هماهنگ کردن که تو رو حالتو بگیرن، تو همسری بیای ناراحت شی و بعد بیای همسرت بگی که من حال نمی‌کنم، متنفرم از خانواده، دیگه اونجا نمیرم. این بچه بازی نباید در بیاری. اگه واقعا تو این بچه بازی هستی، نه، خودتو وارد چالش نکن. اما اگه مثلا دیدی اونا حرفشون رو زدن، شما مثلا اهمیتی ندادی یا حتی خندیدی اصلا، آره من تونستم مثلا مخ برادرتو بزنم، این توانایی منه، مثلا میتونی اصلا اینو به طنز بگیری. میتونی خیلی وقتا بچه این چیزها رو به جای اینکه توهین برداشت کنید، واقعا با مکانیزم شوخی. من خودم خیلی وقتا از این استفاده میکنم. یه جاهایی که طرف حرف بدی میزنه، با مکانیزم شوخی جمعش میکنم که انگار اصلا حرفت مهم نبوده و روی منم اثر نذاشته. چون اگه طرف متوجه بشه که حرفش رو شما اثر کافی گذاشته، از این موضوع استفاده میکنه و تکرار میکنه. مخصوصا خانمای ایرانی که یه کوچولو، من نمیدونم چرا دوست دارن اذیت کنن همو دیگه. خانم‌ها اینجوریان دیگه، کم پیش میاد اذیت نکنن. باید بتونی مدیریت کنی. حرف و حدیثا رو مدیریت کن. خیلیشو با شوخی، خیلیشو با بی اهمیتی، خیلیشو با تعیین مرز. مثلا اگه ببینی کسی اذیت میکنه، به جای اینکه در ماه 6 بار ببینیش، 2 بار ببینش. حذفش نکن، 2 بار ببینش.